جوونی نکردم، از همه شما بیشتر. یه روز من تو دانشگاه بند نبودم، هر روز مسافرت. اما سعیم بر این بود گناه نکنم. میرفتیم لذت میبردیم. مثلا همین جاده شاهرود به سمت شمال راه و کوره راه نداره که ما نرفته باشیم با موتور. و همیشه بچا پایه‌ای بشین، موتور می‌بستیم، بالا می‌شدیم میومد. آره اونجا ماشین نمیتونست بره، با موتور میرفتیم. با ماشینش هم رفتیم. این همه نوشیدنی، فقط عرق نخوردیم. آره خدا میگه همه نوشیدنی بخور، عرق نخور. این همه خوردنی میگه گوشت خوک نخور. شر و شور هم بودیم، خدا شاهده. من ماه رمضان 2 سال پیش پول دادم یه ختم قرآن. تو ماه رمضان گفتم ثوابش بیشتره برای استادا و معلمایی که من سر کلاس اینا رو آسی کرده بودم. نمیدونستم کار منه. دیوانه بودیم دیگه. درسمون خوب بود، خاطر چه دلیلی استاد از به خدا من قشنگ یه معلم هندسه داشتم گریه کرد بالاست. اون سکوی جلو چیز کار من بود. زنگ زدم به دیگر رفیقام، دارم اسمش رجبی، گفتم رجبی حامد برو بگرد اینو پیداش کن، بگو فلانی حلالیت میطلبه، گناه. من بیام دستشو ببوسم. ما خل بودیم. خب کارا چی بود میکردیم؟ این حساس بود به صدای تیک تیک خودکار، تا میچرخید بچا تیک 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 روانیش میکردن. برمیگشت میگیره میزدا، همونجا نقد بود حساب. من دنبال یه بهانه، ببین وقتی دارم گیر میکنه ایرانی‌ها اینجوریان دیگه، دنبال بهانه بودم که یه جور صدای تیک تیکو در بیارم نفهمه. بعد یک ساعتی داشتیم، این ساعت مچی خودکار گذاشتم توی اینجا، زمستون بود، کاپشن تنمون بود، خونمون موقع تبریز بود. بعد اینو گذاشتم اینجا، اینم تا برمیگشت دستا رو نگاه می‌کرد، روش نگاه می‌کرد، من اینجوری می‌کردم، میگفت تق، این برمیگشت میگم من دستام، این که خودکار نداره کیه؟ گشت 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 گشت. بعد ما خودش شاگرد اول کلاس بودیم، من یادم همون مثلا 19 و خورده معدل تو رشته ریاضی می‌آوردیم. بعد تق 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 این آسیشو یه برگشت، من دیدم اینجا دفترها رو کوبید رو میز، شور اشکاش ریخت من خودم. خب معلم پرورشیمون یه بار آخر ترم منو صدا کرد، گفتش که بیا اینا رو نرید کات بکنید، کلیپ ازش بسازه، بگین اومده داره درس میده. میخوام بگم یعنی فکر نکنید سلام علیکم و رحمت الله، از اینا نبودیم. خب معلم پرورشیمون آخر سال منو صدا کرد، گفتش که رائفی، گفتم من یه چیزی ازت میخوام، قبول داری من یک کلمه به تو حرف یاد دادم یا نه؟ گفتم بله. گفت قبول داری حضرت امیر فرمود؟ گفتم بله، من علمنی حرفا فقط سیرنی عبد. گفت من نمیگم شما عبدی، شما آقای بزرگواری، به من بگو اون کیه صدا مگس در میاره. خب نمیدونست اومده پیش اصل جنس، پیش خودم داشت. من گفتم براتون بررسی میکنم، خبرشو بهت میدم، برو باش فلان زهر مار دست میزنی. من یه جاهلیتی کردم شما هم دست میزنید. حالا بذار راهشم بهتون بگم. این بنده خدا وقتی به سمت من نگاه میکرد، ما صدا مگس در میگفتیم، صدا بعد آره این که نگاه میکرد، بعد یه مثلا شوخی هم که اینجوری میکشتیمش. وقتی به من نگاه میکرد من صدامو قطع نمیکردم، تا روشو میبرد به اونور کلاس من قطع میکردم. این رفته بود تو مخش که این بابا اینور کلاسه دیگه، تا آخر ترم اینور رو نگاه میکرد. خب اصلا دنبال ما نمیگشت. یعنی یه این صدام صدای نازکیه، پخش میشه اصلا نمیتونه طرف تاش، دهنم بساس اصلا، بعد گمانش به اینه که گور به گور شده باشه. خب اون رو پیدا کردم، اون خودش بهم اس ام اس داد، من فلانی ام، خیلی خوشحال شدم به این جا رسید. یعنی توی وبلاگم پیغام گذاشت، بعد من رفتم توی سایتش نظر گذاشتم، شماره‌ام گذاشتم، گفتم شما استاد من، بهم اس ام اس داد، من بهش زنگ زدم، گفتم منو ببخش من همونیم که این کارو کردم. 10 دقیقه میخندید. خب میگفت از همون اولم اینجوری بودی فلان، و همون رو میری با این صهیونیستا ور میری و نمیدونم. نه میخوام بگم به خدا قسم شاد بودیم، میخندیدیم، انقدر تو مدرسه و دانشگاه میخندیدیم که میومدیم خونه دپرس بودیم. دیدی زیاد میخندی، تو خونه مثلا پدر مادرم گفتن چه مرگته، چه شده، چه اینجوری فلان، گفتیم هیچ، از بس خندیدیم. خب یعنی لذت بردیم از دوران تحصیل. اما همون موقع پژوهش میکردم، تحقیق میکردم، یه کتاب جدید میومد میرفتم میخونم، یه مقاله جدید، یه نظریه جدید. این به این معنی نیستش که یک زندگی دوگم، اصلا اینجوری نیست. یه امیرالمومنین لبخند از لبش نمیافتاد، آقا رسول الله لبخند از لبش نمیافتاد. حضرت میفرمود با لبخند به مردم احسان کنید، خوبی کنید، انرژی مثبت بدید. نه الان مثل برج زهرمار میمونه طرف. 2 ساعت و نیم الان داریم اینجا صحبت میکنیم، با هم دیگه نشستیم. خب برای من خدا وکیل نفهمیدم چجوری گذاشت، برای شما هم همینه دیگه، قبول کنید دیگه، خداییش همینه. خب برای چی؟ به خاطر اینکه به وقتش گفتیم، به وقتش خندیدیم. زندگی نرمال یعنی این. تازه من نرمال نیستم، ما کج و کلم، آدم نرمال ندیدیم. ما آیت الله زابلی ایشون انصافا استاد اخلاق بنده است، افتخار میکنم. یک اعجوبه‌ایه،
مسائل فیزیک سیاه‌چالا رو من رفتم پیشش، داشت میگفت من دیگه نفهمیدم، نکشید مخم. یکی داریم فوق لیسانس انرژی هسته اتمی اینجور چیزا میخونه، درس فیزیک داره. گفتم بیاین بابا بعد بیاین اونجا ببین چه جوریه. این میگفتش که بابا این نظریه هایزنبرگ رو داره میگه، نمیدونم چی فلان. به خدا اصلا عجیبه، بهش دادن. اینجوری نیستش که من بعید میدونم آخه درس دانشگاهی نخونده. خدا میده، اراده بکنه یه لحظه همه چی بهت میده. من آیت الله دیدم انتگرال سگانه حل کرد، 2 بار تخت سیاه رو پاک کرد تو دانشگاه شریف. تمام دانشجوها اینجوری مات مونده بودن با 70 خورده سن. خدا اینایی که ما درگیرشیم علم نیست بابا. 2 تا 4 تا اراده بکنن کامتو شیری میکنن، با یه قاشق عسل میذارن تو دهنه. اینجوریه. آقای زابوری دانشگاه استادا دعوت کرده بودن، بعد منم فهمیدم ایشون میاد اونجا، رفتم. بعد وقتی ایشون ماشینش رسید من رفتم درو باز بکنم. یه ایرادی که به بچه‌های دانشگاه استادا میگفتم، گفتم شما چقدر دوگمو بسته اید، برونگرا نیستید، بگید بخندید، اسلامی نیست. بعد ایشون از ماشین تا پیاده شد با 80 سال، خیلی پیره، بعضی دستو بغلاشو بگید تا راه ببری. اگرم این سن رو نداشته باشه واقعا 80 نشون میده. ایشون پیاده شد همینجوری شیعه گفت سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. اصلا من زدم زیر خنده. اینو اینجوری نگاه می‌کنم زهر مار. خب یه آیت الله اومده برات داره اینجوری به داره حال میده، بعد تو مثلا واسه کی داری کار می‌کنی؟ فکر گناه داره خندیدن فکر کنه. خب حالا همشون هم پسرن. اینجا باید بگی نیشتو ببند، بسه، زشته، خجالت بکش اونور.